خونه کمیته یک 8 سال پیش از این قبول شدگی بود و امروز خیلی وقت اومده است که ما باید که ساختار کمیته از نو دیده بود. برای چی؟ برای اینکه یک قطار ریاست‌هایی که حاضر فعالیت دارند وظیفه یکدیگر خودشان تکرار میکنند. این یک. دویمش مقصد عوض کردن ساختار کمیته از اون عبارت است که امروز در ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان ما فقط یک نفر کارمند داریم در ناحیه‌ها. مقصد پرزور کردن فعالیت ناحیه‌ای کمیته می شود و بعد قبول ساختار نو ما در ناحیه‌های جمهوری تاجیکستان شعبه یا زیر شعبه تشکیل می‌دهیم برای پرزور کردن فعالیت کمیته در منطقه و جایها. درباره ساختار نو بسیار ناز می‌شد که اگر ما بعد قبولش هم صحبت شویم، ولی حجت در حکومت جمهوری تاجیکستان است و بهتون بعد مثلا وقتی که حجت قبول می‌شود ما همتون رو جمع کرده شناس می‌کنیم با ساختار، با نظامنامه، با وظیفه‌های کمیته و طور فعالیت. این سال دیگه از طرف دولت‌هایی که ما کمک می‌رسانند در نوبت و فدراسیون روسیه، ژاپنیا و جمهوری مردمی چین کمک تکنیکی می‌گیریم، از اون جمله اکسکاواتور، بولدوزر و دیگر تکنیک‌هایی که در برطرف کردن آفت‌های طبیعی استفاده می‌کنیم. قریب 70 میلیون یوان 12 میلیون دلار می‌شود از جانب خطور ما کمک تکنیکی قبول می‌کنیم. ممکن تو ماه اکتبر شد در اینجا 62 نمود تکنیک قبول می‌کنیم. 62 نمود این یک. دویمش از حکومت ژاپنیا قریب 9 میلیون دلار، از حکومت روسیه 400 اگر خطا نکنم 460 هزار دلار. همین چیزا برنامه امضا شده ریاست سازمان ملی تندرشان گذراندن. اونا در از ماه سپتامبر سر کرده تا ماه نوامبر ما هم تکنیک‌ها قبول می‌کنیم. بعد درباره بعضی تکنیکی کمیته و روی پرزور نمودن فعالیت کمیته بعد سخنرانی می‌کنیم. درباره چاپ‌ها باز یاد می‌کنیم که ما امروز کمیته آماده نیست برای استفاده بردن نگهداری چاپ‌ها. ما امروز آماده نیست. باز یاد می‌کنیم سپارش رهبری دولت است و اون وزارت و مقاماتی که چاپ‌ها دارند در نوبت اولین اگر برای کمیته چاپ‌ها باشد جدا